بینندگانی بسیار ارجمند یوتیوب کانال فراسو، کم کم از هر گوشه جهان صدای تاجیکیت به گوش می رسد و اینک می رویم به سراغ تاجیکان پاکستان که در تلاش جدی برای احیای فرهنگ و زبان و هویت خویش هستند. با خود داریم یک تن از فعالان تاجیک ملی اتحاد پاکستان، جناب میرعتا دروازی، که از طریق زوم با ما وصل هستند. ما میخواهیم از حال و روزگار تاجیکان پاکستان، مشکلات این مردم، تلاش های آنها برای احیای هویت خود صحبت کنیم. جناب میرعتا دروازی، خوش آمدید به صحبت. طور میدونیم تاجیکان پاکستان تا چند سال قبل در فضای اطلاعاتی و در افکار عمومی فارسی زبانان چندان نمودار نبودند. خب می شود که سبب های گوناگون داشته باشد، ولی وقتهای اخیر دیده می شود که این تاجیکان بسیار با جرأت و با سرعت، با تلاش بسیار محکم به سوی اتحاد پیش می روند، به سوی احیای تمام داشته های فرهنگی خود پیش می روند. بیاید یک معلومات عمومی داشته باشیم از تاجیکان پاکستان که در چه حال و روزگاری هستند، تعدادشان چگونه هست و تلاش های اخیر شما از چی عبارت است. مرحبا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهان سپاس از لطف و محبت شما ما وقت دادید تا صدای ما را به گوشای تاجیکستان و افغانستان و ایران و به تمام جهان هم صدا کنید و برسانید. ما از شما مدیون هستیم، سپاسگزاری میکنیم. و در قدم اول سلام خدمت میکنیم برای شما، به همکاران شما و به تمام تاجیکانی که صدای ما را میشنوند. برادر عزیز، ما تاجیکای پاکستان در حدود 15-20 سال پیش بعضی از محسنان و یاری سفیدای ما یک نظم و یک دایره و یک حزب ایجاد کردن به نام تاجیک قومی مومین. به نام تاجیک قومی مومین هدف از این حزب ایجاد کردن همین بود که ما در شهر یا در ایالتی کدام ایالت پاکستان که زندگی میکنیم، اسم این بلوچستان، در کدام شهری که ما زندگی میکنیم شهر یزی کویته است. تاجیکان بسیاری ما در اینجا داریم. تاجیکان بسیاری ما در اینجا اما پراکنده بودن. 4 خانه در یک جا، 5 خانه در یک جا، یا در قوم‌های گوناگون خود را مثلا چی کرده بودن؟ هویت خود و فرهنگ خود یا زبان خود یا قومیت خود را فراموش کرده بودن. خداوند خیر بتن بعضی از دوی سفیدان ما یا محسنان ما که خداوند غریق رحمتشان کنه، بعضی از ایشان فعلا در حیات نیستن، وفات نمودگی هستن و دنیای ابدی پیوستن. اینا یک حزب ایجاد کردن به نام تاجیک قومی مومین. اینا جدوجهد کردن. جدوجهدی کردن که فقط به گوش از اینا اطلاع میرسید که یک جا یک خانواده تاجیک است. والله علم قومشه یا زبانشه یا هویتش تغییر دادگی است. اینا میرفتن دنبال از دروازه از او را میزدن، او را زاری میکردن، منت میکردن، خواست میکردن، میارن به خود یک جا میکردن. روزی به تعداد 20 یا الا 30 نفر اینا شده بودن. به تعداد 20 الا 30 نفر که اینا شدگی بودن. سال به فکر من سال شاید 2006 بود که الا 7 بود. اینا بعد وقتی 20 یا 30 نفری که یک جا شدگی بودن، با اینا یک رهبریتی در کار بردن که اینا شخصی را، یک شخص بسیار معتبر، یک شخص بسیار فهمیده، یک شخص اهل علم و دانایی، یک شخصی که مثلا سینه‌اش بسیار وسیع، بسیار بزرگ است، گرچه لایق به صفت من نداره، چون این صفت یا تعریف ایشانه که من میکنم اسمش برای شما میگیرم، شاید صفت و تعریف من پیش از او کم باشد. به نام سردار منیر احمد خان تاجیک رهبریت را به عهده حزوم می‌دهد. بعد کابینه تشکیل می شود، تلاش شروع می شود، بگیر می شود.
من در همین دفتری که فعلا ششتگی هستم، این دفتر نمایندگی تاجیکان پاکستان در بلوچستان میکند. ایشان همین دفتر را با هزینه بسیار مشکلی برای قوم وقف نمودند. از لحاظ هزینه اجاره و یا کرایه که ما شما میگیم وقف نمودگی هستند. بعد تلاشای ما جاری شد، زمینه سازی مساعد شد، بزرگتر شده، ماشاءالله روز به روز تعداد ما بیشتر شدن گرفت. فعلا در حال حاضر تعداد مشخصانه من ندارم که راجع به تاجیکان به شما بگم چقدر تاجیک در پاکستان وجود دارد، اما ما یک کمیته تشکیل دادگی هستیم به خاطر همین نفوس شماری یا مردم شماری که ما به زبان پاکستان میگیم. نفوس شماری تاجیکا را رویش کار شروع شدگی است و در ان قریب ان شاء الله کامل هم میشود. ما تقریبا 15 یا الا یک ماه پیش یک جلسه داشتیم در این پشت بگراند شما که اون تصویرهای صورتایی که شما میبینید. یک جلسه ما داشتیم به تعداد 10,000 نفر شمولیت داشتن، در این جلسه حاضر داشتن. یعنی تعدادی در کل براتون بگم تعداد ما به تعداد 10 خانه و 20 خانه و 1000 خانه و 10,000 خانه نه، به تعداد لک ها هستیم، 100,000 ها هستیم ما. یعنی فکر کنید که به تعداد میلیون هستیم اینجا، اما آمار مشخص ما نداریم. درباره حزب گفتید، حزب تشکیل شد و اعضای یعنی عضو رسمی حزب چقدر است؟ ما تقریبا 4 کابینه داریم، 4 کابینه حزب داریم. یک کابینه ما فعالیت در اسلام آباد میکنه که در این حنقری ما یک سکرتریت یا دفتری در اسلام آباد ایجاد میکنیم برای تاجیکا که از تمام کشورهای دنیایی که میان در اسلام آباد میتونن اونجا به ما وصل شوند. در اون کابینه هر کابینه ما به تعداد 9 نفر میباشه. ما یک کابینه مرکزی داریم، مرکز، کابینه صوبایی داریم یعنی ولایت، کابینه علاقایی داریم یعنی از قشلاق و قریه و منطقه که هست داریم. هر کابینه ما از او که هست 9 نفر است. همین حزب شما به طور رسمی ثبت شدگی است در مقامات های رسمی پاکستان؟ بله حزب ما به اسم تاجیک قومی مومین در رجیستریشن پاکستان، در حکومت پاکستان، در ادارات پاکستان ثبت شدگی است. اما چون من پیشتر یک نقطه به شما شاید متوجه باشید نبودیم، ما تاجیکا فعلا یک جا شدیم. ما یک حزب ساختیم، مثلا نه تاجیک قومی مومین ماند نه دیگه، ما یک حزب ساختیم که به نام تاجیک ملی اتحاد پاکستان. او را من قریب رویش کار شروع است. صبح دیگه صبح ان شاء الله چیز میشود، رجیستر میشود. یعنی یک جریان های پراکنده ای که تاجیکان تاسیس داده بودند در زمینه همون تاجیکیت خود، شما اینا به یک اتحاد واحد تبدیل دادید، درست؟ بله. و قبلا بین شما رابطه ها هم قریب که نبود و حالا شما یک دسته واحد هستید و یک حزب و اتحادی، یک حزب واحد شده هستیم. بله یک حزب واحد شده هستیم. درسته. خب شما از لحاظ سیاسی می توانید که مثلا در پارلمان پاکستان نماینده داشته باشید در انتخابات؟ بسیار نکته مهمی را شما اشاره کردید. هستیم. ببینیم یک چیز برای شما وضاحت بده. ما تاجیکان در پاکستانی که ما زندگی میکنیم، در این ملکی خداوندی را آباد و سرفراز نگه بدارد. در این کشوری که ما زندگی میکنیم، ما چگونه ای که اقوام دیگری در اینجا حق و حقوق چیزایی که دارد همون گونه ما داریم. بله ما میتوانیم در پارلمان در دیگه ما فعالیت خود انجام بکنیم، رای بگیریم، انتخابات استثنا شیم. ما با فضل خدا اینجا تاجیکای اهل علم و اهل دانش بسیار داریم. ما در اینجا ما از جمله مثلا در نظامی، در بخش نظامی تاجیکای ما هست، در بخش دکترا هست، در بخش انجینری هست، در بخش معلمی، در بخش دانشگاه تعلیم و تربیت، این چیزا ما در هر بخش فضل خدا داریم. تاجیکای ما داریم. بله فعالیت‌های بسیار گوناگون داریم. به جوانانی که سیاسی داریم، فعالیت سیاسی میکنن در این مملکت داریم، بسیار داریم. بله. خب در نقشه هست که مثلا یک نماینده حزب از نام حزب مثلا با پارلمان راه بیاورد؟ تا هنوز نه متاسفانه. اما ما در حال حاضر در پاکستان انتخابات شوراست. انتخابات شورای ولایتی که میباشند، انتخابات شوراست. ما در اینجا به تعداد 30-35 نفر کاندید استاد کرده هستیم. 30-35 نفر کاندید ما استاد میکنیم. ان شاء الله کوشش تلاش خود جریان داریم، زیرا که ما در پاکستان نسبت به اقوام دیگر یک قوم اقلیت هستیم.
در مقایسه با پاکستان آبادیش 200 تقریبا 40 میلیون آبادی داره. 240 میلیون آبادی. ما تاجیکا کم اقلیت هستیم، در اکثریت نمیاییم. و گفتید اقلیت طبق یک معلوماتی که من داشتم نزدیک به 4 میلیون تاجیک در پاکستان زندگی میکنند و این بیشتر از این است. بیشتر از این است. به هر توی که 200 بله بیشتر از این. ما 200 بیشتر به شما داورش پاکستان نفوسش 240 میلیون است. اگر من تاجیک تا 15 میلیونم که باشم اینجا اقلیت گفتم میشم، اکثریت گفتن نمیشم. درست از این اقلیت است، ما سری اکثریت بحث نمیکنیم، ولی بله. شاید این باشد که جغرافیای پاکستان هم یک جغرافیای بسیار گسترده و وسیع است و تاجیکان شاید که به گونه واحد زندگی نکنند، پراکنده باشند. شاید این هم یک مشکل باشد برای مثلا از لحاظ سیاسی متحد کردن تاجیکان و راه یافتن به انتخابات از طریق رأی تاجیکان. ما فکر نمیکنیم ما این گونه هست که آقای فیروز جان این گونه هست که ما تاجیکا که هستیم، بله در بعضی جاها که از پراکنده هستیم، اما در بعضی جاها که ما اکثریت هستیم. تاجیکان سوات ما که هستن در اکثریت زندگی میکنن. اونا از طریق حزبشان نه. اینجا مثلا جوانای ما هستن یا بچهای ما هستن همکار به حزبای دیگر نیستن، ولی نظم ما، سیستم ما، اداری دفتری که ما داریم این به خاطر حزب نیست، حزب سیاسی این نیست، این فقط حزب قومی است. تلاش و سعی تلاش ما فقط به خاطر شناسایی یا به خاطر شناخت قومیت خود ما است. اما ما جوانای داریم به توسط حزب نه. البته همین رقم جوانای ما تاجیکی داریم که در حزب‌ها هستن، مثلا در حزب عمران خان، در حزب نواز شریف، در حزب زرداری که شما نامشون شنیدگی باشین، در این حزب‌ها هستن و فعالیت انجام میدن. بله. یعنی مقصدی من هم همین بود. شما تو گفتید، من فکر کردم که مثلا یک حزب سیاسی شاید باشد. سوال از همین جو برخاست. ولی کارهایی که شما در زمینه بیداری تاجیکان کردید از چی عبارت است؟ زمینه که ما ایجاد کردیم به خاطر بیداری تاجیکان، ما بازی کردگی هستیم. ببینیم دنیا تغییر کردگی است، بشریت، انسانیت، مردم همه تغییر کردگی است. فرد تنها را گرگ میخورد. با تلاش ما، جستجوی ما یا یک پارچگی ما، مقصد ما به خاطر از این نیست که خدا نخواسته ما برای جامعه انسانیت ضرری برسانیم یا اقوامی که در این جامعه ما مثل یک فامیل زندگی میکنند به اونا تحقیر بکنیم. این چیزا رو ما نداریم. هدف ما، شعار ما این است که ما متحد باشیم، ما اتحاد داشته باشیم، ما اتفاق داشته باشیم. ما تاجیکا چون در این زمانه، در این وقت تمام جهان اگر ما نگاه بکنیم، هر اقوام یا قومی که در اونجا زندگی میکنن خود یک اتحاد و یک مستحکم یک چیز داره. ما تاجیکا چرا پراکنده باشیم؟ همین چیزها را در نظر گرفته بزرگان ما تصمیم به این حزب گرفتن تا اینکه ما متحد بشیم، اتحاد و اتفاق باشیم، از خود یک قبرستان داشته باشیم، از خود یک هسپتال داشته باشیم، یک شفاخانه داشته باشیم، از خود ما یک سوسایتی باشه، یک شرک باشد به نام شرک تاجیک یا تاجیک تاون. تلاش ما داریم، ان شاء الله تعالی میرسیم. ان شاء الله به اونجا میشه خودش خدا بود میرسیم. من قریب وقتی که شورابینی شما، همایش بزرگ شما برگزار میشد، در اونجا یک سرود تاجیکم من تاجیکم اینی جورابیک مرادوف این سرود که است ما همیشه رو گوش میدادیم. این سرود بسیار بهترین سرود است و این سرود به ما جوانای ما را، دیگای ما را بسیار تشویق شد. این سرود و این مردمی که در پاکستان زندگی میکنن، اقوام دیگر، اینا نمیفهمید، اینا فکر این سرود ما ساختگی هستی. بسیار مقصدم بعد از این برنامه برای ما در شهر و بازار شده، سوشال میدیا چلی، نه در تلویزیونای پاکستان هم چلی، تلویزیونای خبری و دیگر چیزا که به نشر رسید، مردم ما را بسیار مقصد چیز کردن،
بسیار پسندیدن. همین سرود و همین چیز شبه انداز سرود بسیار بهترین سرود است. یک چیزی که بسیار جالب است در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا توجه تاجیکان تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و دیگر کشورهای دنیا را جلب کرده است. این باز هم همون نسب تاجیک هست که در اکثر شما دیده می شود. همین از کجا آمد این نسب تاجیک؟ این چرا مثلا تاجیک‌های پاکستان در ادامه نسب خود واژه تاجیک اضافه میکنند؟ ما در این موضوع شما سوال شما اینگونه به شما ما میخوام پاسخ بدهم. در شهری که ما زندگی میکنیم این شهر قبایل است. نظام و سیستمی از این قبایلی است. قبایلی مقصد از این است که مثلا اینجا تصمیمای بسیار جدی که مثلا کارهایی که دولت انجام داده نمیتواند یا کارهایی که مثلا دولت به قبایل‌ها میسپارد، قبایل‌ها را تصمیم میگیرد. و تاجیک نوشتن ما پشت نام یا نام فامیلیت ما یا تخلصی که ما گذاشتگی هستیم، مثلا میراتای تاجیک یا فردوسی تاجیک یا دیگه تاجیکی که ما مینویسیم، ما فقط نشان دادن به این خطه، به این جغرافیایی که ما زندگی میکنیم برای از این مردم این چیز نشان دادن ما وجود داریم در اینجا. ما فقط میخوایم وجود خود آشکار سازیم برای از این مردم اینجا، برای مردم جهان، برای تاجیکای بیرون سون یا دیگر. ما تاجیکان نیز در اینجا وجود داره. مقصد ما فقط همین است، کدام چیزی جدی نیست. همین انا یا که همین یک ویژگی که شما برای شناسانیدن خود، معرفی خود، یعنی از دیگران فرق گذاشتن که ما مثلا پشتون، اردنی، تاجیکیم، از کی ادامه دارد؟ این یا که انا نو جاری شد؟ این ادامه که است تقریبا بسیار وقت میشه. ادامه از این صورت به حدود 30-40 سال شود که تلاش ما داشتیم. چون 30-40 سال پیش اگر ما نگاه بکنیم صفحه های اجتماعی قدر فعالیت نبودن، فعالیت نداشتن. گرچه دور صفحات اجتماعی است، مثلا از جمله فیسبوک و اینستاگرام و چیزهای دیگر مختلفی که ما داریم، خب فعالیت ما امروز آشکار شد برای جهان. اگر نه فعالیت از این پیشتر هم بزرگای ما داشتیم که تقریبا 30-40 سال پیش اونها فعالیت داشتن و فعالیت از اونها بسیار محدود بود. اما عروج ما کی است که ما به سال مثلا به عروج رسیدیم و مثلا بسیار تلاش کردیم. ما سپاسگزاری میکنیم از این شبکه‌های اجتماعی. از طریق از این ما شکر خداوند به تاجیکستان پیوستیم، به ازبکستان و سمرقند و بخارا، به تاجیکای اونجا پیوستیم، به تاجیکای ایران پیوستیم. حتی ما در همین پاکستان زندگی میکردیم، شناختی به تاجیکای سرحد نداشتیم، به تاجیکای سواد ما شناخت نداشتیم. از طریق همین صفحات اجتماعی ما به اونام رسیدگی کردیم، به اونام رسیدیم که امروز ما ماشاءالله الحمدلله مثل یک شیر و شکر با هم یک برادر شدگی هستیم، متحد یک چیز شدگی. ما در غم ماست، ما در غم ازو، و در شادی ما هستن، ما در شادی ازو. یکی از فعالان تاجیک از سمرقند با من صحبت میکرد، گفت که آخران فرصت اتحاد و همبستگی ما این اینترنت هست و شبکه‌های اجتماعی. ما اگر از این فرصت درست استفاده نبریم، در همین گرداب برخوردهای فرهنگی پر از بین می رویم. تنها در همین جغرافیای چند کشوری که در اونجا اکثریت مثلا فارسی زبانند، شاید تاجیکان و فارسی زبانان باقی مانند، ولی خوشبختانه دیده می شود که همین میلان، همین تمایل بسیار به خوبی پیش می رود. و اینکه ما و شما صحبت داریم، اینکه شما در پاکستان با واسطه شبکه‌های اجتماعی به هم آمدید، با تاجیکان دیگر نقطه‌های دنیا علاقه برقرار کردید، این یک فال نیک است و آینده هدایت می‌دهد. خب رسمی که در پس منظر است، در پس منظر من است، ما در اونجا یک پرچم هم می‌بینیم و از تاریخ همین پرچم فهمیدن می‌خواستن. این پرچم چی رمز و رازی دارد؟ در پاکستانی که ما زندگی میکنیم اینجا هر اقوام یا هر حزبی، مثلا چی حزبی سیاسی باشه چی حزبی غیر سیاسی باشه، اونها از خود یک شناخت دارن. شناخت از اونها با پرچمی از اونها میشود. گرچه این پرچم ما یک ذره مشکلاتی دارد در روی از رهبریت ما، مثلا با کار از کار انجام داده رایستان شاید تغییرات برای پرچم ما بیاریم. این فقط نمایندگی حزب ماست، نشان نیست حزب ماست. نمایندگی از تمام تاجیکان پاکستان میکند این من. یعنی همون فقط نمایندگی از تمام تاجیکان پاکستان میکند. بله. یعنی همون اتحادی که به نزدیکی با وجود آمد زیر همین پرچم راهبری میشود. همگی ما زیر همین پرچم آمدیم. بله. اولا پرچمی
ملی، اول پرچم ملی پاکستان است. بعد از پرچم ملی در اینجا شاید مشاهده بکن پرچم ملی پاکستان هم بالا شدگی است. بعد از پرچم پاکستان این پرچم برای ما بسیار عزیز است. از فعالان شبکه‌های اجتماعی هم طلب داریم که در برابر پرچم تاجیکستان، در برابر پرچم ایران، در برابر پرچم خراسان که امروز جبهه مقاومت ملی افغانستان به دست دارد، من بعد ما از این پرچم هم همچنین یک رمز تاجیکیت استفاده بریم و این روحیه میبخشد مخصوصا به تاجیکان پاکستان و به تاجیکان دیگر گوشه‌های دنیا. امیدوارم که این پیشنهاد ما باعث قبول می شود و یک کار نیکی هم خواهد شد. می رویم به بخش دیگری سوالهایی که می دانیم ما در پاکستان چند منطقه هست، در پاکستان فدرالی چند منطقه یا ولایت یا زونی که در اصطلاح مردمی پاکستان استفاده می شود موجود است. تاجیکان از نگاه جغرافی در کدامی از همین ولایت ها یا منطقه ها هستند و در کجا اکثریت، در کجا به گونه کم پراکنده، عموما چه خیلی است جغرافی های تاجیکان در پاکستان؟ جغرافی تاجیکان در اینجا گونه است که چگونه که ما پیشتر برای شما یادآور شدگی هستم. ما سعی تلاش همین چیز را داریم که جایی که 100 خانه تاجیک باشه اونجا تاجیک‌آباد گفته شود. نقطه یک. دوما در جایی که فعلا ما تاجیک‌ها در کدام جغرافیا، در کدام منطقه، در کدام نقاط پاکستان ما فعلا وجود داریم، ما در نقاط سوات، دیر، بالاکند، یعنی منطقه‌ای که است سمتی به سوات مربوط میشن، در این منطقه تاجیک‌های ما اکثریت دارد. این در ولایت کپیکه، خیبر پختونخوا میگن کپیکه. راجع به پنجاب ما در جزو هستیم. در پنجاب تا هنوز مثلا بعضی ها به ما رجوع گرفتگی هستن که مثلا به تعداد اکثریت نیستن، پیدا کردگی هستیم. و تاجیکای ما داریم در کراچی پاکستان، در این نقاط زندگی میکند. و تاجیکای داریم در بلوچستان هم زندگی میکند. تاجیکی داریم که یک قبیله را در پاکستان به اسم دهوار میگن، قبیله دهوار. دهوار قبیلت میگه که در اونجا ما تاجیکا داریم. چون این باز یک بسیار یک بحثی بسیار یک موضوع دور و دراز، باز خاطر دراجی بزنیم بس قد شما چی نمیرم. دهوار در اونجا ما چی داریم؟ تاجیکای خود را داریم. مثلا ما در هر نقطه پاکستان ما داریم تاجیک، فضل خدا. ما مشکلی برای ما ایجاد نمیشه. اگر ما بخواستیم یک جا مهمانی بریم با ما ان شاء الله مشکلی ایجاد نمیشه. در هر جا شناخت مثلا از خود داریم. ما در اموری که من معلومات ندارم رسما حکومت پاکستان پیشنهاد میکند قوم تاجیک چند گفته میشود در اونجا؟ ما یک نقطه را پیشتر با شما اشاره کرده بودم که قوم ما قومی بود در تعداد اقلیت زندگی میکردن، بر قومای گوناگون خود وصل کرده بودن. چون کسکوی نداشتن، حقیقتش بگم کسکوی نداشتن، اونا با قومای گوناگون خود وصل کردگی بودن، تعداد و شناسشون مشخص نبود. اما زمانی که ما حزب که ساختگی هستیم، مثلا ما همسایه ما یا مثلا یک صدر ما داریم، مثلا به طاهر صاحب میگن همسایه دو تاجیک هستن، همسایه هستن 40 سال همسایه هستن، هم دیگر نمیدونستن که تاجیکه. چون اقلیت بدیم. پیش یک موضوع بسیار اساسی رو برای شما اشاره کردم، اقلیت بدیم. اقلیت مراد مقصد می بود که فردی واحد را گرگ میخورد، مجبور است که جامعه گرگ بپوشد. نه، حالا ما چون که حزب که ما فعال کردگی هستیم، حزبی که ما ساختگی هستیم، فضل خدا اونایی که مثلا خود حسی تنهایی میکردن یا مثلا احساسی بیکسی و بکویی میکردن، اونا هم اگر ماشاءالله آشکاران اعلان میکنن که ما فخر میکنیم تاجیک هستیم، دیگه هستیم، آمده را رجوع کرده را اسلام. اما آمار رسمی ما نداریم. حقیقت چه بگم، چرا آدم با شما باز چی دروغ بگه؟ آمار رسمی که ما بگم 5 میلیون، ما تعداد ما یک چیز فقط چی برات گفتم میتونم که تعداد ما از 4-5 میلیون به بالاست. تعداد ما مال بعد قریه و قشلاق خودی ما که زندگی میکنم، در قریه و قشلاق ما خالی ما با حدوداً تقریبا 500 فامیل تاجیک هستیم، 500 خانواده. یعنی هر خانواده‌ای که 10 نفری باشه یا 5 نفری باشه شما بشمارین دیگه. خب زبانی که در همون گفتید چند صد خانواده هست، زبان معاشرت تاجیکی است؟ فارسی تاجیکی است؟ بله ما فارسی میگیم. بله ما فارسی صحبت میکنیم، زبان فارسی میگیم. ما فرهنگ، هویت، تمدنیت تاجیکی خود را حفظ کردگی هستیم. ما داریم
از جمله هویت و فرهنگ و تمدنیت ما قروتاب، شکراب، پردای دستدوزی، لباسای دستدوزی، این چیزا رو ما فراموش نکرده هستیم. نانای خانگی، نانای تندوری، اینا رو ما حفظ کرده هستیم، مقصد فراموش نکردیم. اما متاسفانه طوری که پیشتر شما اشاره کرده، تاجیکان با دیگر اقلیت‌های ملی و قوم‌های در پاکستان موجود بوده آمیزش یافتند و در نتیجه حتی تاجیک بودن خود از یاد بردند. اگر یک تحلیل داشته باشیم در این زمینه، تاجیک‌ها بیشتر با کدام قوم‌ها آمیخته شدن و مثلا خود تاجیک نیو از یک قوم دیگر معرفی میکردن تا امروز؟ الان ما یک چیز ما بگیم، ما تاجیک‌ها که هستیم در جغرافیایی که ما زندگی کردیم همیشه ما با پشتونا همسایه بودیم، پلو با پلو بودیم. ما تاجیکایی داریم که در لباس پشتون رفته بودن، ما تاجیکایی داریم در جامعه بلوچ رفته بودن، ما تاجیکایی داریم در جامعه پنجابی رفتگی بودن. مثلا مثال برات میگم، اگر یک تاجیکی که پشتو صحبت بکنه او را عیب نمیدانه، زیرا که اینا همسایه بودن همیشه. اما اگر یک تاجیکی که پنجابی بگه چی میگین شما؟ یعنی پشتون فرهنگ و کلچر و عنعناش تقریبا 100% نه یا 100% نه، 20% یا 30% به ما تاجیکا سر میخورد، چون همسایه بودیم، از یکی دیگه خوب خیلی گرفتگی هستیم. یعنی پنجابی از ما بسیار دور هستن. ما تاجیکای در اینجا داریم نه به زبان فارسی بلد است نه به زبان پشتو، فقط زبان پنجابی میگه. فکر نمیکنید که بعد این قدر از بین رفتنی مثلا زبان و شناختی که از خود داشتن بسیار سخت است که ما دوباره مثلا احیا کنیم تاجیکیت اونها را، فرهنگ اونها، زبان اونها؟ اگر فردوس جان، مهمترین چیز، اساسی بنیاد چیزی که یک آدم اگر یک قوم میخواد هویت و تمدنیت و فرهنگ خود را باز یابد، در قدم اول اخلاص به اون ضروری است. ما تاجیکای پاکستانی فارسی که میگیم، صحبتای فارسی که میکنیم، یا مثلا تاجیکی فارسی گفته هستیم، ما تاجیک فارسی گفته و پشتو گفته و بلوچ گفته و پنجابی گفته داریم، نه؟ ما در تلاش همین چیز هستیم. ما ان شاء الله الحمدلله ما خیلی موفق هم شده هستیم به این کارهای ما از جمله کسانی در این دفتر در حزب ما همکاری هستند که از فارسی اصلا بوی نمیبردن، نمیفهمیدن فارسی را. امروز با صحبت مثلا با خدمت یا با مو تلاش جوانایی که فارسی گفته که ما امروز الحمدلله اون فارسی صحبت میکنن. اونا اگرچه میگن من هویت و زبان ما از دست دادگی است، خواستم تاجیک، زبان مادری من فارسی است. درست است من امروز پشتو میگم، اما زبان اصلی من فارسی است. از زبان خود، از هویت و تمدنیت خود انکار نیستن اونا. ما تلاش داریم، تلاش به این زمینه سازی ما داریم که ان شاء الله تعالی چیز بکنیم. میخواستم مشخصا فهمم که برای اون که یک زبان آموخته شود، برای اول محیط اجتماعی لازم است که در همون محیط باید با همون زبان کلان شود. دوم این که باید شرایط آموزش مهم است، از قبیل مکتب، معارف، وسایل اخباری عامه، داشتنی مثلا مطبوعات، تلویزیون، رادیو، خوب سامانه ها با همین زبان. در این زمینه چیکار شد؟ ما زمینه اگر از حساب تلویزیونی بگیریم، ما روزنامه ها به نام تاجیک و به نام تاجیک ما داریم، روزنامه داریم، مکتبای فارسی داریم، درسای فارسی میتونن. و هدف ما دیگه چیز است، هدف و مقصد ما است که ما یک لایبرری ایجاد کنیم، یک کتابخانه در همین داخل همین حزب خود یک کتابخانه زیبونیم به زیر قیادت همین حزب باشد و در اونجا ما آموزش فارسی به زبانهای آموزش فارسی بدیم. فقط زبان، فقط درس تداوم زبان و خط فارسی که ما خط مشکلی خط ما نداریم، خط اردو و فارسی تقریبا یک چیز است، اما الفبایش از یک چیز است، مشکلاتی ما نداریم. ما تلاش داریم در این زمینه تلاش داریم، ماشاءالله تقریبا گپام کامپلیت است، کامپلیت مثلا تمام شده است، یعنی تقریبا 90% کارم انجام شده که 10% دیگه ماندگی است. خوبی است که یک چیزی که ما 100 سال 200 سال یا 300 سال فراموش کردگی هستیم، اگر ما بخوایم که در یک روز رو ما اصلاح کنیم نمیشه. در فردوس وقت زمان در کار است و ما کدام تلاشی که داریم ما الحمدلله موفق هستیم، مسئوله‌شون راضی هستیم. پشتیبانی مالی برای فعالیت همین اتحاد از جانب کیها میشود؟ ما فعالیت ما شخصی است، با ما نه کدام حزبی، نه کدام حزب سیاسی، نه کدام خارجی، نه کدام بیرونی داخل هیچ کس با ما کمک کتاب امروز که 1 روپیه یا 1 سومی که شما میگین از طرف کسی با ما نرسیده، نه ما چیز کردیم. ما یه جوانایی داریم که برای قوم
برای ملتش، برای هویتش، برای فرهنگش، برای زبانش، برای شناساییش هم پول میده، هم مال میده، هم جان میده، هم خود وقف کردگی است. و بزرگترین فعلا هزینه ما را کسی که تحمل میکند یا خرج میکند فقط جناب سردار صاحب، سردار منیر احمد خان تاجیک. دیدم قریب چند روز قبل همون سکرتریتی که در اسلام آباد ما داریم به تعداد 150 لک 150,000 با پول پاکستان یا بیشتر از اون قیمت همون زمین بود. قیمت همون رو وقف کرد، برای قوم وقف کرد که مثلا نمی دفتر باشد که از تاجیکستان میاد، از افغانستان میاد، از امریکا میاد، از دبی میاد، از هر گوشه دنیایی که تاجیک میآید، با جازی که در یک رستوران، در یک هتل رفته بدل از رایش کنه در جای من بود. ما الحمد از لحاظ مالی تاجیک‌ها اینجا الحمدلله تو دست خالی نیستن، پر هستن. همه ماشاءالله الحمدلله وضعیتشان اقتصادشان بسیار بهتر است. بیزنسمن‌ها هستن، دکترها هستن، انجینرها و پروفسورها ما داریم که مثلا اگر به داخل شهر بگردی، در شهر و بازار بگردی که تو بگویی که من تاجیکی گدای پیدا کنم، انشالله که پیدا نمیکنم. از یک جنرال گرفته تا دکتر و پروفسور و انجینر و تا همه چیز ما داشتیم و داریم. بسیار خوب است. و یک چیزی که به نظر من بسیار تبلیغ میخواهد همین است که معلومات درباره همین فعالیت های شما بسیار کم هست شاید که، اما در این طرف عموم آگاهی ها کمن. من فکر میکنم نه اینجور نیست. در اون طرف عموم شما که جایی که شما داور میشید، اون طرف عموم ما شناخت داره. و ما 2 دفعه از طرف تاجیکستان دعوت شده است. می اجلاس یا کنفرانسی تاجیکا سالانه تاجیکا که داریم، ما دعوت شده است. متاسفانه بعضی مشکلاتی که اینجا به وجود آمد، این مشکلات مثلا بعضی فوتگی ها شده بود. یکی برادرزاده سردار صاحب وفات نمودن دیگه، در موقع ما رفتن نتوانستیم، گرچه ما از طرف تاجیکستان دعوت شده هستیم. ما ارتباط با سفارت تاجیکستان داریم. یک نکته فقط در این موضوع میخوام اشاره بکنم. بعضی تاجیک‌ها همینگونه سوال از من میکنن در صفحه‌های اجتماعی، میکنن که شما تاجیک‌ها یکدم از کجا پیدا شدید؟ از کجا پیدا شدید هستید؟ ما برای همچون جوانا یا برای همچون افراد ما میگیم ببین، تاجیک یک قومی بد و زشت نیست. تاجیک یک قومی بدبخت و خوار و ذلیل نیست. تاجیک یک افتخار است. ما تاجیک‌ها خدمتی که به بشریت ما تاجیک‌ها کردگی هستیم، اگر من بگم شاید بعضیا باز فکر کنه که تعصب میکنه، هیچ بشری انجام دادگی نیست. ما از جمله ابن سینا را ما برداریم تا مولانی، تا مولانا رومی و تا فردوسی و تا رودکی، تا مثلا شنشاهایی که ساسانی و سامانی و تا اینا را اگر ما گرفتگی، ما برای بشریت بسیار خدمتی کردگی هستیم و بزرگان ما، نیاکان ما به خاطر تلاش دین، به خاطر علم و دانش به کشورهای گوناگونی، به کشورهای مختلف اینا سفر کردگی هستند. بعد این خطه را اگر ما شما نگاه کنیم، در خطه‌ای که ما امروز زندگی میکنیم، من تاجیکی که امروز بیکس و لاچار و یاهواره شدگی هستم، در این خطه‌ای که ما زندگی میکنیم، این خطه یک زمان نام و ناموس و حساب و فرهنگ من بود، سرزمین من بود. من در سرزمینی غیر زندگی نمیکنم. 1000 سال یا 2000 سال تو پیش تاریخ مقایسه که ایرانی بزرگ یا خراسانی بزرگ با کجا مرزاش بود. اگر من تاجیک در اینجا پیدا میشم، من از جوانان فقط تقاضای من این است تو مرا تشویق کن، تنقید نکن. تنقید برای اصلاح مرا بکن. جایی که مرا فیلم غلط است، الفاظم غلط است، سخنم غلط است، گفتارم غلط است، تنقید برای اصلاح بکن مرا. مثلا من فکر نمیکنم که کسی شما تنقید کنه. شما از کجا پیدا شدید؟ این یک خلای معلوماتی است. این برای اکثریت باور نکردنی است. من برای همین میگم او باید هر خالی برای تشویقاتی پیش برد. ما عقلیت خود به شما یادآور شدیم، نه؟ عقلیت ما گفتیم. حالی ما تبدیل به اکثریت میشیم. اکثریت منظورم از چیست؟ منطقه گلگیت بلتستان، یکی از ولایت‌های پاکستان که پنجم ولایت پاکستان گفته میشد، این نقطه مردم اینا همه فرهنگشان، ریشهشان، ثقافتشان، رنگشان، چیزایشان که هست، اینا همه با ما سر میخورن. و بعضی از بزرگان ما میگه اینا همه تاجیک‌ها هستن. اینا همه تاجیک است، همه ما در تلاشه. و اونا معتبر از ملاقات اینا ما در تلاش هستیم، میشه پیش از اونا بریم. چون دالیجه اگر ما نگاه بکنیم، ما در سوات پاکستان
به نام گبر سلطنت ما یک سلطنتی داشتیم، یک حاکمیت حکومتی ما داشته هستیم در این مقطع، در همین سرزمین پاکستان. ولی اگر ما نگاه بکنیم که پاکستان از کجا آمد، سلطان غیاث الدین غوری، سلطان این غوریا، سلطنت غوری که ما داریم، نه غوری یک ولایت از غوریان خود تاجیکان بودن. درست است. دومین مقبره و مزار غوری، شهنشاه غوری در همه پاکستان هستند. اینجا ما حاکمیت کرده هستیم. خب درباره اینکه گفتید از جانب تاجیکستان دعوت هم شده برای کدام یک همایشی جوانان و تاجیکان دنیا، در تاجیکستان یک سازمان است، سازمان تاجیکان و فارسی زبانان دنیا با نام جهان، با نام پیوند. بله. یک رابطه رسمی با همین سازمان هم دارید یا نه؟ رابطه رسمی با بعضیا داریم. ما همه چیزی که ما گفتیم، ما به تاجیکستان دعوت شدیم از طرف همین اتحاد، به نظر ما از طرف همین اتحاد ما دعوت بدیم، با شمول جناب دکتر صاحب لطیف پدرام. من میبینم که در عکس و نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی هست، در بین تاجیکان پاکستان بیشتر لطیف پدرام و احمدشاه مسعود همچون یک الگو شناخته میشوند. و چگونه توصیف میکنید این محبت همبستگی که بود و هست؟ تاجیکای پاکستان ملت دوست هستیم، مردم دوست هستیم. با ما این فرق نمی کند. من چگونه که پدرام دوست دارم، شما تاجیک شما رو ما همگونه دوست می‌دارم. ما جلالت مآب امام علی رحمان، ما به شخصا رای نظری من است، من او را به انتها دوست دارم، به انتها دوست دارم، به انتها، یعنی حد و سرحد نداره دوست داریم. من تاجیکایی که در سمرقند دارم به انتها دوستشان دارم. من برادرایی که در اینجا با من زندگی میکنن، نه از قومی ما هستن، نه از طایفه ما هستن، نه از نسل ما اونا رو دوست داریم. ما در آیین و نظام حزبداری تنظیمداری ما فقط هدف و شعار ما همین چیز هم هست، همین چیز هم که انسان دوست هستیم. با از جمله بزرگانی که شما یادآور شدگی هستین، تمام بزرگان تاجیک ما برای حرمت و احترام دارم، دوستشون می‌دارم. البته کسانی که خیانت بر ملت کردگی هستن نه. کسانی که برای ملت جستجو کردن، تلاش کردن، سعی کردن برای آبادی و پیروزی ملت، ما خادم از اونها هستیم، دوستشان داریم از ته دل. جناب امام علی رحمان، راستی گپ شب شما بگم، در سر زبان هر تاجیک در اینجاست که ماشون مملکت ساخت میگه. ما ضرب مثال میتیم، ما اینجا که ما بند خدمت میشینیم، میگه یک فردی بلند شد در ضرب 30 سال مملکت ساخت که بودجه مملکتش از سیاحت است، یعنی تمام دنیا به خاطر تماشای از اون مملکت میآید. ما جناب امام علی صاحب بسیار دوست داریم. باز من شاعری برجسته تاجیکستانه، شاعری که ما به استاد میدانم، بسیار برایش حرمت و احترام دارم، لایق شیرعلی را، مومن قناعت را، اینا را برایشان بسیار کتابای از را مطالعه میکنم، اینا را به انتها دوست دارم. بینندگان بسیار ارجمند ما، این یک صحبت عمومی بود که ما دایر به حال و احوال تاجیکان پاکستان داشتیم. من فکر میکنم معلومات ها هرچند پراکنده بودند، ولی معلومات ها بسیار معلومات های مهمند برای ما تا که ما یک زمینه روابط، گفتگو و همکاری را برای بمانیم. من امید میبندم که ما سلسله صحبت‌های خود را ادامه می‌دهیم و من بعد بسیار تلاش می‌شود که در موضوع‌های مشخص، جهت آگاهی‌ها در سمت‌های مشخص صحبت‌های ما ادامه می‌کند و از شما جناب میرعتا دروازی، یکی از تاجیکان خودشناس، فعال و افتخارمند ما از پاکستان، تشکر زیاد بار دیگر از شما منتداری میکنم و خدا کند که صحبت‌های ما ادامه بیابد. انشالله. جهان سپاس از لطف و محبت شما فردوس جانی عزیز. جهان سپاس از لطف و محبت شما. هر جایی که تو خلق تاجیک، ملت تاجیک از آباد و سرفراز باشد انشالله تعالی. سعی و تلاش همین بکنیم که اتحاد و اتفاق داشته باشیم، بروی تعلیم، بروی درس، برای تحصیل جستجو کنیم، تلاش بکنیم، زیرا که از نیاکان، از بزرگان، از پدران به ما و شما میراث فقط قلم ماندگی است. ما بتوانیم دوباره سرزمین نیاکان را، سرزمین بشریت را، سرزمین انسانیت را، چگونه که نیاکان ما
یک آبکاری و گل و گلکاری کرده بودن دوباره ما بتونیم بسازیم.